امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یه ویدیو دیگه تو چنل من که یه ویدیو درخواستی هستش. من چند وقت کامنت دریافت کرده بودم که از من خواسته بودم راجع به مسیر تحصیلی افراد بزرگسالی که تازه میان به سوئد یه ویدیو درست کنم و به نظرم ایده خوبی بود، چون مسیریه که خودم رفتم و طی کردم و به نظرم میتونه کمک کننده باشه واسه کسایی که تازه میان اینجا یا حتی کسایی که هنوز کارشون درست نشده و نیومدن. به نظرم خوبه که یه نقشه راهی جلوشون باشه و بدونن که چه پروسه‌ای رو قراره طی کنن. فقط اینو ذکر کنم که من تحصیلی نیومدم سوئد، من ویزای پیوست داشتم و ممکنه مسیر تحصیلی که من دارم پشت سر میگذارم و طی کردم متفاوت باشه با کسی که تحصیلی اومده یا درس میخونه یا قرار تحصیلی بیاد. پس آره، اینو در نظر داشته باشید که اینها تجربه های کسی است که از طریق ویزای پیوست اومده و اینجا از صفر شروع کرده تقریبا. اولین کار مهمی که باید انجام بدید همین که خودتون رسید به سوئد اینی که مدارکتون رو بفرستید برای ارزشیابی و معادل سازی. این خیلی مهمه که مهمه چون واقعا تو وقتتون صرفه جویی میشه و لازم نیست یه سری دروس رو که خونده بودین تو کشور خودتون بیاین از اول اینجا بخونید. پس هر مدرکی که دارین، مدرک دانشگاهی، مدرک دیپلم یا حتی مدرک سیکل فکر کنم میشه ارزشیابی کرد، حتما ترجمه کنید و به خودتون بیارید و همین که اومدین بفرستین این مدارک رو برای سایت UHR که میان ارزشیابی و معادل سازی میکنن مدارکتون رو طبق سیستم تحصیلی سوئد و مشخص میشه که اون درسایی که خوندین برابر با چه دروسی و چه سطحی از اون دروس میشه توی سیستم سوئدی. و این پروسه هم بررسیش ممکنه متفاوت باشه. برای خود من 5 ماه طول کشید تقریبا، ولی خب بودن کسایی که توی یه هفته، یه ماه و حالا کمتر بیشتر دریافت کردن ارزشیابی مدارکاشونو. و آره، اولین قدمی که باید انجام بدید به نظر من اینه، چون بعد دستتون میاد حالا بسته به هدفی که دارین و رشته‌ای که قرار بخونین توی دانشگاه که چه دروسی رو الان لازم دارید که بخونید و تکمیل کنید واسه کامل شدن مدارکتون. من خودم مدرک دیپلم داشتم و مدرکم که برای ارزشیابی فرستادم تمام دروسم برابر بود با دروسی که توی سوئد هستن. یعنی مدرک دیپلم من همتراز با مدرک دیپلم سیستم سوئد و تمام چیزی که لازم داشتم فقط سوئدی و انگلیسی بودش که من فقط زبان خوندم. اینم متفاوت میشه بررسی کرد. یعنی شما باید بدونین که حالا قراره فقط اینجا زبان بخونین یا نه میخواین یه حرفه‌ای یاد بگیرید و دانشگاه نیست هدفتون، یا نه هدفتون دانشگاه رفتنه. اگه هدفتون دانشگاه رفتنه خب حتما میدونید که چه رشته‌ای رو قرار بخونید و طبق اون رشته‌ای که قرار بخونید تو سایت انتاگنینگ باید برید و ببینید پیش نیازهای اون رشته چیه و وقتی ارزشیابی مدرکتون اومد دستتون میاد اوکی الان معدل شما طبق سیستم سوئدی رو اینه و برای اینکه بتونید پذیرش همچین دانشگاهی رو تو همچین رشته‌ای بگیرید لازم معدل رو به چند برسونید و چه دروسی رو لازمه بخونید، اصلا لازمه دروس اضافی بردارید یا نه. و چیز دیگه‌ای که به نظرم خوبه که بهش اشاره کنم اینه که اگه هدفتون تحصیل تو دانشگاه هستش و میخواین تا اون مرحله پیش برین، اینا فکر کنم متفاوت میتونه باشه، چون من دیدم کسایی رو که اینجا دانشگاه به زبان انگلیسی رفتن خوندن و دیگه وقت نذاشتن که برن زبان سوئدی رو بخونن و اینم متفاوته بسته به دانشگاه. یعنی اون رشته‌ای که میخواین بخونید باید ببینید توی اون دانشگاه به زبان انگلیسی تدریس میشه یا نه فقط به سوئدیه و زبان سوئدی شما حتما لازم دارید. چون من دیدم کسایی رو که بودن توی یوتیوبری به زبان انگلیسی فقط درس خوندن و دیگه دوره سوئدی رو پشت سر نداشتن و مدرک دانشگاهشون رو با همون زبان انگلیسی گرفتن. ولی خب رشته‌ای که من دارم میخونم تو دانشگاه KTH به زبان سوئدی 3 سال اولش، یعنی من مدرک زبان سوئدی رو حتما لازم داشتم و برای همین دوره زبان سوئدی رو پشت سر گذاشتم و 2 سال آخرش به انگلیسیه. یعنی اینم در نظر داشته باشید و حتی میتونه پروسه درس خوندنتون رو سریع‌تر کنه. اگه انگلیسی بلدین
و میخواید به انگلیسی درس بخونید، همچین امکانی هم اینجا فراهمه، چون بودن کسایی که به انگلیسی درس خوندن و مدرک دانشگاهیشون رو گرفتن و سر کارم میرن. این توضیحاتی بود که لازم میدونستم اشاره کنم بهشون. و بعد اینکه هدفت مشخص شد، فهمیدی که دروسی لازم داری که کامل کنی و میدونی که چی قراره بخونی و هدفت چیه، میرسیم به پروسه زبان خوندن. زبان خوندن واسه بزرگسالا تو سوئد از دوره اسفی شروع میشه که اسفی 4 بخش داره: A, B, C, D. و خب سطح دی دیگه لول آخرشه و آخرین کورسی که میگذرونی تو اسفی. و اینکه تو از چه کورسی قراره شروع کنی تو اسفی هم بسته به عامل‌های مختلف و بک‌گراند افراد داره. معمولا کسایی که سطح تحصیلی پایینی دارن، یعنی زیر دیپلم، یا کسایی که سواد ندارن، میان از سطح A شروع میکنن و من خودم از B شروع کردم که من مدرک دیپلم داشتم و گفته بودم خیلی کم زبان بلدم، چون من یه خورده خودخوان خونده بودم. ولی معمولا کسایی که دیپلم داشتن مستقیم از B شروع کردن و دیگه نرفتن از A بشینن، و کسایی که مدرک دانشگاهی داشتن مستقیم از سطح C رفتن نشستن. طول این دوره ها بسته به کمون میتونه متفاوت باشه، چون تو کمون ما بود دوره ها 5 هفته 10 هفته هم بودش، ولی بعضی از کمونا فقط 20 هفته‌ای دارن و اینم بسته به کمون میتونه متفاوت باشه. و اگه زبان بلد هستین و قبلا خوندین، دوره دیدین، میتونین آزمون تعیین سطح اینجا انجام بدید. چون من داشتم همکلاسی که تازه اومده بود سوئد ولی اصلا دوره اسفی رو نگذروندش و مستقیم از گرون شروع کردش که لول بعد اسفی هستش. دیگه اگه زبان خوندین یا اگه هنوز نیومدین سوئد و وقت دارین، به نظر من خوبه برین کورس بردارین، چون این امکانم هستش که وقتی میایین اینجا دوره اسفی رو اسکیپ کنید و تایمتون سیو میشه عملا. بعد دوره اسفی هم بازم بسته به هدف، اینکه میخوای دوباره ادامه بدی بری سطح بالاتر، چون برای دانشگاه اگه بخواید درس بخونید برای سطح دانشگاه شما مدرک اسوا 3 رو لازم دارید که آخرین لول زبان تو سوئد هستش. اینجا ما B1 B2 C1 C2 نداریم، معمولا همین رو میگیم اسفی گروند، اسوا 1 2 3 که اسوا 3 آخرین لول زبان تو سوئد هستش. وقتی که مدرک اسفیتون رو گرفتین باز بسته به هدف، اینکه آیا میخواین ادامه بدین و شما مدرک اسوا 3 رو لازم دارین و لازم میدونید که همه لول های زبان رو پشت سر بذارین، یا نه میخواین برین یه رشته ای رو بخونین. چون معمولا کسایی که دوره اسفیشون تمام کردن این امکان براشون فراهم بود که یه سری رشته ها رو میتونستن بخونن، ولی خب انتخاب اونقدر زیاد نبود، چون رشته هایی مثل بهیاری یا مثل آشپزی، رانندگی، همچین رشته هایی رو براتون میذارن که کسایی که نمیخوان ادامه بدن مستقیم برن یه حرفه‌ای رو بخونن که با مدرک اسفی میتونن، که اینجا باز بسته به هدفتون. ولی نه، اگه میخواین ادامه بدیم به زبان خوندن، بعد دوره اسفی میرسیم به گروند که گروندم 4 تا لول داره. دوره گروند که من گذروندم هر دورش 10 هفته بود بازم، که اینم بازم میگم بسته به کمون ممکنه متفاوت باشه. من دوره گروندو مستقیم از گروند 2 شروع کردم، چون اونایی که مثلا یه ذره حالا سطح زبانشون بهتر بودن مستقیم میفرستن یه لول بالاتر که دیگه وقتشون سیو بشه و یا مثلا وقتشون رو هدر ندن. و 30 هفته من دوره گروند رو گذروندم که تو دوره گروند ما نمره نداشتیم، فقط گوتشند و ایکی گوتشند بودش که اینم بگم. و وقتی گروند رو شروع میکنی اینجا کمک هزینه تحصیلی بهت تعلق میگیره، یعنی میتونی CSN بگیری ولی تو دوره اسفی CSN نمیتونستی بگیری. و بعد گروند 4 هم که پشت سر گذاشتیم میرسیم به اسوا که اسوای 1 و 2 و 3 رو باید بخونی، که من باز 10 هفته خوندم این کورس ها رو هر کدومو. و این بود از پروسه زبان خوندن من 6 ماه اسفی خوندم،
30 هفته گرون خوندم و 30 هفته اسوا رو تموم کردم و من گفته بودم که مدرک زبان انگلیسی هم لازم داشتم که برای دانشگاه شما مدرک انگلیسی 6 رو باید داشته باشین و من انگلیسیشون تو ایران خونده بودم، اومدم اینجا یه تعیین سطح دادم، یه انگلیسی 5 بود لول زبان انگلیسیم و آره دیگه فقط انگلیسی 5 و 6 رو اینجا خوندم. و چیزی دیگه که میخواستم بگم، کسایی که مدرک دانشگاهی دارن از کشورهای خودشون و اینجا ارزیابی میکنن، بعد اینکه معادل سازی مدرکتون اومد مشخص میکنن که آیا پذیرفته است مدرکتون یا نه. چون من بودن هم کلاسیام که مدرک دانشگاهی داشتن و اینجا فقط لازم داشتن که زبانشون رو بخونن و بعد اون یه دوره کامل کننده دارن مربوط به رشته‌ای که تو کشور خودشون خوندن و دیگه اینجا آره مستقیم میتونن سر کار مرتبط به رشته خودشون برن. فقط لازمه یه دوره 1 یا 2 ساله کامل کننده رو طی کنن واسه رشته‌ای که خونده بودن تو کشور خودشون. و یا اگه کسایی که مثلا میخوام دوباره دانشگاه ادامه بدن، معمولا مدارکشون پذیرفته شده، مثلا اگه مدرک کارشناسی داشتن خب اومدن اینجا از کارشناسی ارشد دوباره درس خوندن و آره این برای کسایی بود که مدرک دانشگاهی داشتن از کشورهای خودشون. آره بعد پروسه زبان خوندن میرسیم به مرحله درخواست برای دانشگاه که اینم شما مثلا میتونید خودتون برید تو سایت انتاگنینگ، چون داره یه سری جدول ها و یه سری فرمول ها که تو میتونی معدلت خودت حساب کنی که آره من میدونستم چه رشته رو قرار بخونم و نمره هایی که گرفته بودم و گذاشتم تو اون فرمول و دیدم معدلم پر میکنه اون رشته که قرار بخونم و میدونستم که قرار وارد این رشته بشم که اینم میتونید تو سایت انتاگنینگ برین و آره چک کنید که معدلتون رو چی میفته و چقدر شانس دارید که تو اون رشته وارد بشین. و آره این برای کسایی مثل من بودش که مدرک دیپلم داشتن و اگه مدرک دیپلم ندارین خب باید همه دروس دبیرستان رو بخونید دیگه. اینجا طبق سیستم سوئد توی مدرسه بزرگسالان اینجا پشت سر بذارید. برای دانشگاه یه سری چیزهای پایه لازمه که اونم مدرک دیپلمه که آره اگه از کشور خودتون ندارید باید اینجا پر کنید و همون دروس دبیرستان رو اینجا بخونید. و آره اینم برای کسایی که مدرک دیپلم ندارن و کلا میخوان از اول بخونن و خب شدنیه ولی زمان بیشتری ازتون میگیره. فکر کنم همه چیزایی که باید رو گفتم، خودم دقیقا همین مسیر رو طی کردم و کل پروسه تحصیل یک فرد بزرگسال تو سوئد تقریبا همینه. و اینم یادم رفت بهتون بگم وقتی که شروع میکنید چه SFE تو هر لول دیگه ای مدرسه مشاوره داره و خیلی کمک کننده میتونه باشه و راهنماییتون میکنه و اینکه آره این آپشن هم فراهم هستش که وقتی درستون شروع کردید میتونید کمک بگیرید از راهنمایی مشاور. و اینکه آره دیگه فکر می‌کنم همین چیزایی که باید رو بهتون گفتم الان و اگه چیزی از قلم انداختم و هنوز براتون سواله میتونید تو کامنت ها بپرسید، حتما جواب میدم. و اینکه امیدوارم این ویدیو واقعا کمک کننده بوده باشه. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.